باورت میشه کشورهایی هستن که بهت پول میدن فقط واسه اینکه بری اونجا زندگی کنی؟ نه فقط این، بعضیاشون حتی تشویقت میکنن که با یه نفر بزرگتر از خودت ازدواج کنی و اقامت میگیری. میدونم باورش سخته ولی کاملا واقعیه، چون یه سری کشور هستن که به خاطر بحران جمعیتی یا خالی شدن روستاهاشون دنبال آدمایی مثل من و تو هستن که اینجا زندگی کنن و بهش جون دوباره بدن. بیا با هم بریم سراغ 5 تا از عجیب ترین و خفن ترین کشورهایی که نه تنها بهت اجازه مهاجرت میدن، حتی پول و امکانات و همسرم بهت میدن که بیای زندگیتو از نو بسازی. قبل از اینکه بریم سراغ کشورها، تو کامنت‌ها بهم بگید که کدوم کشور واسه مهاجرت دوست دارین. بدون معطلی بریم سر اصل مطلب. شماره 1 ژاپن. همون کشوری که ما فقط با سامورایی و سوشی میشناسیمش، ولی الان یه فرصت خاص داره که خیلی از ایرانی‌ها میدونن و بهت نمیگن. دولت ژاپن گفته اگه حاضر باشی بری تو روستاهای خلوت مثل توکوشیما یا نیگاتا زندگی کنی تا سقف 3 میلیون بهت پول میده، یعنی حدود 18000 یورو. ولی چرا؟ چون مردمش دارن پیر میشن و جوونا همه از روستاها زدن بیرون. جمعیت اینجا به شدت داره کم میشه. حالا جالب‌تر از اون چیه؟ تو ژاپن یه ترند جدید راه افتاده که خیلی از پسرای جوون با خانم‌های مسن‌تر ازدواج میکنن، چون زنای جوون توقع زیادی دارن، خونه، ماشین، رفاه. اما خانم‌های سن بالا بیشتر دنبال آرامش و رابطه واقعی هن. پس پسرای خسته از استرس زندگی هم ترجیح میدن برن سمت یه عشق کم دردسرتر. بریم سراغ یکی از عاشقانه ترین کشورهای دنیا. شماره 2 ایتالیا. اینجا شهرهای کوچیک مثل مولیس و سیسیل به سمت پیری رفته. جمعیت نیست، مغازه‌ها بسته شدن، مدرسه‌ها خالی. دولت ایتالیا گفته بیا اینجا زندگی کن، ما بهت ماهی 700 یورو میدیم. تازه خونه هم میدیم فقط با 1 یورو. ولی یه شرط داره، باید خونه رو خودت بازسازی کنی، ولی خرجشو ما میدیم. تازه اگه بخوای کسب و کاری راه بندازی، مثلا نونوایی یا کافه یا کارگاه، دولت حمایتش میکنه. حتی ازت تا 5 سال مالیات نمیگیرن. شماره 3 یونان. اگه دوست داری زندگی رو با آرامش و دریا تجربه کنی، یونان منتظرته. تو بعضی از جزایر کوچیک یونان اگه خانوادگی بری ساکن شی، تا 1200 یورو در ماه حقوق میگیری. فقط کافیه بری اینجا زندگی کنی، بچه‌ها درس بخونن، خودت کار کنی، در عوض تو جون میدی به جزیره‌ای که داشت فراموش میشد. شماره 4 اسپانیا. بعضی از شهرهای کوچیک اسپانیا مثل پونگا هم دارن همین سیاست رو پیش میبرن. اگه با همسرت بری اینجا، دولت اسپانیا بهتون 3000 یورو جایزه میده. تازه اگه بچه دار بشین مبلغ جایزه بیشتر هم میشه. یعنی نه تنها توی منطقه خوشاب و هوا زندگی میکنی، حتی پولم میگیری که جمعیت رو زیاد کنی. و شماره 5 پرتغال. پرتغال هم یه راه جذاب دیگه داره. برنامه‌ای به اسم ویزای طلایی داره که اگه تو مناطق کم جمعیت سرمایه گذاری کنی یا یه بیزینس کوچیک راه بندازی، اقامت میگیری. مالیات کمتر میدی، حتی ممکنه بعد از چند سال تابعیت هم بگیری. البته خب پرتغال یعنی ساحل و آب و هوای خوب و کلی غذای خوشمزه. مگه آدم چی میخواد دیگه؟ پس اگه از زندگی شهری خسته شدی یا دنبال یه شروع تازه‌ای، این کشورها حاضرن ازت استقبال کنن. بهت پول و امکانات بدن، فقط کافی اقدام کنی. ویدیوهای پیشنهادی رو از دست ندین. دوستتون دارم. به امید دیدار.